اگر میخوای با سرعت مهارت روتوش خود رو بهبود ببخشی، در این آموزش 1 دقیقه‌ای با من همراه شو. یک کپی از لایه اون میگیریم و با کلیدهای کنترل آی اینورتش میکنیم. مودش رو روی بیتلت قرار میدیم. سپس وارد منوی فیلتر میشیم و از بخش آدر های پس رو انتخاب میکنیم. عددش رو بین 7 تا 7.5 قرار میدیم و اوکی رو میزنیم. دوباره وارد منوی فیلتر میشیم و از بخش بلر گاسین بلر رو انتخاب میکنیم. عددش رو بین 2 و 3 قرار میدیم و اوکی رو میزنیم. حالا وارد بخش لایر میشیم و با نگه داشتن کلید آلت روی ماسک لایه کلیک میکنیم تا یه ماسک سیاه ایجاد شه. حالا با براش سفید قسمت هایی که نیاز به اصلاح داره رو براش میزنیم. و به همین راحتی یه روتوش با حفظ بافت پوست ایجاد کردیم.